سلام بچه ها، من امیرعلی احمدی هستم. میخوام بهتون 5 تا اتچمنت فوق‌العاده این سیزن رو بدم. 5 اتچ فوق‌العاده، یعنی ببینید اولی M13، دومی هم 117. ببینید فقط چجوری میندازم. وایسید من بدون پرک واسهتون نشون بدم، بعد پرکشم میارم. نگاه کنید، یعنی فقط شما ببینید این بدون پرک 117، یعنی خداه. هر جور بزنید تو 2 ثانیه بدون پرک ها رو بزنید. 1001 1002 میندازه هر جوری بزنید. حالا هم هیچ بارش هم میبینید. این از AK، حالا این هم M13 بدون پرک، یعنی میخوره طرف رو مالش میده. اینم توی 2 ثانیه 1001 1002 میندازه دیگه. ایمت به طرف میخوره توی 2 ثانیه مرده. حالا با پرکم به شما نشون بدم. نمیخوام واسه M13 که راه نزدیک میخوایم بزنیم اینا رو میندازیم، بعد واسه 117 اینا رو میندازیم. 117 پرک کنترل خشاب لانگ رنج، M13 کنترل خشاب پرسیس شات، یعنی ببینید خودتون ببینید، یعنی یارو بخواد تا جون بخوره شما زدیدش. حالا هیپ فایرت هم ما نشون بدم، یعنی خداه دیگه. بعد حالا اینم 117 که نگم بهتون. حالا بریم 2 اتچ بعدی. یه اتچ HS، اون یکی هم اتچ فنکه. باشید من اتچ HS رو درست کنم، یه لاین برلم بهش بندازم. اینجا به جای پرسیس شات واسه فنک هیپ فایر رو میندازیم، هیپ فایر بوست. حالا HS رو ببینید، وان شات. از این فاصله بست میشه بهتون بگم. فقط هم واسه اچس اسکلتی ها گفته باشم. نه فنک هم یعنی خدا. بجوری بهتون بگم، یعنی زمین طرف مرده. حالا باشید من پرکا رو بندازم زمین. بدون پرک فنک، بدون پرک نمه چس. بچه ها من دارم با یه گوشیه لگدار زیاد بازی میکنم. یه لگ دارم خیلی زیاد.
توی بارش یه وانشاته بارش بعضی موقع وانشاته بعضی موقع دوسته. حالا بریم دو اتچ بعدی. ببخشید یک اتچ بعدی. بریم واسه یک اتچ بعدی. اینو دیگه نگم براتون، یعنی یه جوری میزنه انمی ببینه کف میکنه. با پرکشو میبینه این با پرک. خب دیدید این با پرک من ببینید یعنی هر دو بزنید میزنه دیگه. اینم توی دو ثانیه است. 1001 یعنی میزنه هر کاری کنه توی 2 ثانیه زده طرفو. من به شما یه شلاقی یاد میدم با کلاس پامپت، یعنی خداییه میتوایی به زمین رسیدنی یه دونه میدهید. صدای نایف اومد یعنی اشتباهه، صدای نایف نمیاد درسته. دیدید صدای نایف نمیاد. الان اومد نشد، نیامد شد، اومد نشد، اومد نشد، اومد نشد، نشد، نشد. دیدید من پام خورده بود به زمین به خودم نشد شلاقه. دیدید صداش اومد صداش. خب حالا بریم من اتچ گانارم به شما بدم. اگه میشه یه لایک و سابم بزن رفیق، از هموطن خودت حمایت کن. بریم این اتچ M13 قشنگ. این اتچ M13، این اتچ 117، این اتچ HS، این اتچ فنک و این اتچ AK 47. مشتی از هموطن خودت حمایت کن.